رحمت‌الله روز 25 مارس است. انشاءالله کتابا را آوردیم باز در درون مسجد میمونیم و یکی از مکان‌های مقدس‌ترین مکه مکرمه باشد. انشاءالله که میلیون ها آدما اینجا برای زیارت خانه خدا و کتاب قرآن خواندن میآیند و کتاب‌های شما را عین حال ما میمونیم و هر کسی که میخواند ثواب و اجرش به شما میرسد و کسانی که طلب دعا کردند در این مکان مقدس دعا میکنیم که دعاشون قبول شود. کسانی که برای پدر و مادرشون موندگی‌اند دعا پدر و مادرشون نگهبان باشه و گذشتگیشون رحمت گرداند، شایسته جنت گرداند. کسانی که مشکلی دارن مشکلاشون را آسان گرداند، فیض برکتشون زیاده گرداند. آمین. هیچ آدما بسیار هستند. انشاءالله که کتابای شما را میمونه و هر کدامی که میخونه از هر حرف و از هر آیتاش باشه.